دست از کمپیرآباد بردارید، جانمان را میدهیم و زمین را نه و سازشنامه را بیکار کنید. با چنین شعار و نوشتجات ساکنان در ولایت اوش پرزیدنت قرقیزستان را استقبال کردند. قمچیبک تاشیف گفت که زمین های ما را دادند. بگذار به این گفته هایش جواب گوید و آشکارا واقعیت را بگوید. سند امضا شده را شهر دهد. این طلب ما است. طور منسی بزرگی ما گفته است تا اینکه زمین را دهیم جانمان را دهیم بهتر است. با ملاقات با پرزیدنت نه همه راه یافتند. ساکنان محلی بر رسانه ها گفتند در ملاقات صادر جباروف تنها افرادی از پیش آماده شده را راه دادند. در دستگاه پرزیدنت این ادعا را رد کرده گفتند همه خواهشمندان وارد تالار شدند. صادر جباروف همراه بر رهبر کمیته امنیت ملی ملاقات با ساکنان را بدون خیر و خوش ترک کرد. در رابطه با آبانباری کمپیرآباد گفت که زمین و آب از ماست. برخی به پرزیدنت باور کردند. آنهایی هم بودند که به این باور نکردند. ما هم حالا نمیتوانیم چیزی را تصدیق یا رد کنیم. ما سند نداریم. آبانباری کمپیرآباد تحت نظارت ازبکستان قرار گرفته است. بیش از 4000 گکتارش از دست رفت. میگویند ما هنوز سال 1967 برای آن جبران پولی گرفتیم. چون این مجلس ها باید باز و آشکار صورت گیرد. در سامانه دستگاه پرزیدنت پیام کوتاه نشر شد که در آن گفته می شود با ساکنان محلی ضمن ملاقات درباره وضع منطقه های نزد مرزی معلومات داده شده است. دیر یا زود حقیقت روی آب می براید. با توجه به حادثه های مرز با تاجیکستان این به منفعت امنیت ملی هم هست. اداره کردن آدمان مشکل می شود زیرا حدس و گمان ها جای خواهند داشت. مسئله دیگر این است که در هر صورت ما باید به سازش برسیم و با این بحث نقطه گذاریم. ماه مارس سال 2021 رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک تاشیف به تاشکند رفت و در این باره ملاقات داشت. بعدتر او گفت مسائل مرزی با ازبکستان پرراه حل شد و همزمان تاکید کرد که آبانبار زیر نظارت جانبی ازبکستان میماند و ذخیره های آبی را دو کشور یکجا استفاده میبرند. ساکنان محلی تظاهرات نموده ملاقات با رئیس کمیته امنیت را طلب کردند. بعد این ملاقات تاشیف وعده داد که سند تاشکند را با جانب ازبکستان بازبینی خواهد کرد. ماه سپتامبر امسال صادر جباروف در بیشکک با سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف گفتگو نمود. جانب‌ها به امضای سند درباره مرز اظهار آمادگی کردند. مردم دیگر باره در قرقیزستان اعتراض کردند و طلب نمودند که جزئیات سازشنامه آشکار شود. ممکن است با ازبکستان موافقه شده است که همه مسئله ها پشت درهای بسته حل و آرام و خاموش کرده شود. اما من فکر می کنم که مهلت امضای سند تیزانیده می شود زیرا قرار است میرزیوف به قرقیزستان سفر کند. فکر می کنم جانب‌ها می خواهند سازش را به امضا رسانیده تا آمدن او مسئله را حل کند. آبانبار کمپیرآباد در ولایت‌های آشود، جلال آباد قرقیزستان و اندیجان ازبکستان در راه استراتژی بیشکک آش جایگیر است. بحثی به کی تعلق داشتن آبانبار هنوز از زمان شوروی ادامه دارد. بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در مرز ازبکستان و قرقیزستان ده‌ها انشاءات و موضع دیگری بحثی پیدا شد که دوام سالهای استقلالیت کشورها نتوانستند به سازش رسند. سال 2018 کارها در سمت تعیین و نشانه‌گذاری مرز شروع شد. به اطلاع مقامات امروز همگی 3% مرز نامعین باقی مانده است.